هر موقع کار داشتین کافیه یه زنگ بزنین. 3 سوته بنوتم. اصلا ممنون پسر. این کامیون پدرت نیست؟ گرفتمش که ببرم تعویض روغن. اصلا یادش بخیر. چه خاطراتی با این کامیون داشتیم. اون قدیما که با زندویت دوست بودم خیلی جوان بودم. خونه ما خیلی شلوغ بود و هر 74 سال یک بار که ستاره دنبالدار میومد خالی میشد. در واقع ما همیشه لنگ مکان بودیم. یه روز دیگه زندویت برام آورد. خلقا چرا به شوهر خواهرت میگی شوهرمه؟ چون وقتی با هم ازدواج کنیم و پسردار بشیم پسرم بهش میگه شوهرمه. به نظرت ما میتونیم بچه دارم بشیم؟ منظورت چیه؟ خلقا ما تا کی باید تو این وضعیت باشیم؟ 6 ماهه که نام زدیم، با هم هستیم ولی با هم نیستیم. یعنی چی که با هم هستیم ولی با هم نیستیم؟ یعنی این که ارزه نداشتی یه بارم با هم یه جای خلوت بریم. ها خیلی خوب. اون کامیون شوهرمه رو میبینی؟ به نظرم زیر اون کامیون هم سایه، هم خونکه، هم دنجه، هم کسی ما رو اونجا نمیبینه. بهترین جای برای صحبت کردن. پاشو بیا با هم بریم اون زیر. خیلی خوب، حالا که تو اصرار میکنی بریم. راستش به رگ غیرتم برخورد. حرفش برام خیلی سنگین بود. در واقع من داشتم رعایت حالشو میکردم. القصه زیر کامیون شروع کردیم به صحبت کردن. تو عمق صحبت زیر کامیون بودیم که یهو زندوی 2 پا دید که از زیر کامیون معلوم بود. خیلی ترسیده بود. من بهش گفتم نگران نباش، الان درستش میکنم. سریع از زیر کامیون اومدم بیرون. دیدم مأمور نظمیه داروغوزه که بالا سرمونه. اینجا چیکار میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ خجالت باید بز بکشی که دومش هواست. مگه کوری نمیبینی که دارم ماشین شوهرم رو تعمیر میکنم؟ خفه شو مادرتون. اگه بفهمه دروغ میگی پارت میکنه. دروغ میگم؟ چه دروغی دارم بگم؟ برای من چیه تو سوال پیش اومد؟ اولا کسی که میخواد کامیون تعمیر کنه تاقبات زیر کامیون دراز میکشه. چرا شما دمر دراز کشیدی؟ دوما جیرکو به سمت بالایی میزنن، چرا شما برعکس چک میزنی؟ سوما معمولا برای تعمیر کامیون کدو در میارن، چرا شما شلوارتو در آوردی؟ 4 میشه بپرسم درباره کدوم کامیون حرف میزنی؟ کامیون که 45 دقیقه پیش از اینجا رفتی؟